محمد در حالی که قل و زنجیر شده بود یهو وسط صحرا به هوش اومد. محمد گیج شده بود، نمیدونست بعد شب جمعه مثلا قبل شب جمعه برنامه سنگین بوده انگار. اما بعدش متوجه شد که یه چیزی تو گردنش داره خونشو میکشه. سوزنو از گردنش در آورد و بعد زنجیری که بهش وصل شده بوده رو دنبال کرد و رسید به یه ماشین. توی ماشین یه راننده بود که کشیدش بیرون و سعی کرد زنجیری که اونا رو به هم وصل کرده بوده رو باز کنه. میخواست با یه شاتگان دست طرفو قطع بکنه که زنجیرش سوزه، اما اسلحه کار نمی‌کرد و پر از شن شده بود. همون لحظه دید یه ماشین جلوتر وایساده. طرفو انداخت رو کولش و خودش رو رسوند به ماشین. دید که 5 6 نفر دارن وسط صحرا خودشون رو میشورن. اولش فکر کرد که تاثیرات بعد برنامه است. طرفو انداخت زمین و سری اسلحه‌اش رو گرفت به سمت دخترا. ازشون خواست که شلنگ آبو بدن بهش. محمدم شلنگو کرد تو دهنش و حسابی آب خورد. بعد از یکی از دخترها خواست که زنجیرش رو باز کنه. یه لحظه حواسش پرت شد و یه دختره پرید سمتش و خواست فینیشرش رو بگیره، اما دخترها از پشت زنجیرش رو به سمت عقب کشیدن. زنه هم زود شاتگانو گذاشت زیر تونه محمد و ماشه رو کشید، اما شاتگانه کار نکرد. رکب خوردی کیو هست.